این بنا در محله 33 شهر دوشنبه جایگیر بوده میان مردم مشهور است. آن را کیتایسکی استنا یا دیواری چینی هم نام میبرند که تاکید بر درازی آن است. چیزی که این بنا را توسط رسانه ها مشهور کرده است، پیشایوان های دایم پر از لباس و کرپه و آنتنا های ماهواره‌ای می باشد. مقامات بارها ساکنان آن را هشدار دادند که آداب شهرداری را رعایت نمایند. بلاگنویسان خارجی هم هنگام بازدید از شهر دوشنبه این بنا را که در سر راه جایگیر است عکس گرفته و از فرهنگ شهرنشینی ساکنان آن در صفحه خود مطلب انتقادی نوشته بودند. انتقادهایی که این و بعضی دیگر ساکنان بلندآشیانه های شهر دوشنبه را نتوانست از این عمل باز دارد. فرهنگ شهرنشینی از مسئله داغ کشور باقی مانده است. تحلیلگران تز عوض شدن قشر شهرنشین کشور را در نتیجه مهاجرت از سبب‌های تغییر یافتن محیط شهری می‌دانند. به نظر می‌رسد که مقامات می‌خواهد با تدابیر شدید شهر را از عامل‌های به قول آنها ناسازگار به فرهنگ شهر تازه کند. این نوبت پیشایوان‌های بعضی از بناهای بلندآشیانه را که در دوران استقلالیت شکل خود را تغییر دادند می‌خواهند به حالت اوله برگردانند. مقامات می‌گویند بعد از خصوصی شدن خانه‌های بلندآشیانه اکثر ساکنان پیشایوان‌ها را به طبع دل خود محکم کرده و رنگ و بار کردند که حسن شهر را کاسته است. اول ساخته شده بود و سپرده شده بود، هم که باید به همون حالت گردانده شود. برای ما آگاهینامه تقسیم می‌کنیم که مردم فهمند خودشون کنند که مجبوری نکنند. به خاطر 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان همه پیشبینی برای تازگی آزادگی بعضی بودن همون بنا اینا حاضر با رنگ و بار کردن که آزاده باشد. این پروتکل رهایی آزادی تازه و صفت باشد. در آگاهینامه اداره معماری و شهرسازی دوشنبه گفته شده است که در صورتی از جانب ساکنان به حالت اوله برنگرداندن ایوانها مطابق قانونگذاری جریمه خواهند شد. باشندگان این بنای سری راه در خیابان اسماعیل سامانی ضرورت محکم کردن ایوانها را در چنگ و غبار و صدای کوچه از همه بیشتر برای امین بودن از سردی زمستان بیان می‌کنند. چرا زمستان بهار خانه ها بهت خنک مردم بالکن برای این محکم کردن که خونه‌شون کمتر گرم شود گفته. بعد بعضی عائله ها هستند که فرض کردیم یک دو خانگی با یا اینکه یگان سه خانگی که با 8 کس 10 کس تا 12 کس ممکن زندگانی میکنند. برای و پلوشت در کن برای همین شاید کمتر برای وسیع شدن پلوشت خونه‌شون محکم. بسیارم از این یگان کاری بد نکردن. برف و باران ندار آمدن برای خنک چند آوازی ماشینا میداره газы, которые на здоровье наше действуют очень плохо. مقامات شهر تصمیم دارند در نوبت اول پیشایوان‌های بناهایی که در پهلوی راه پروتکلی‌اند به حالت اوله برگردانند. این اقدام شهردار دوشنبه در حالی است که چند ماه اخیر طبق یک دستور دیگر حکومت انشاءات علاوگی نزد بناهای بلندآشیانه از جمله تنور و گاراژها برچیده شده و تخانه‌ها را از اشیاء علاوگی تازه کردند. مقامات این تصمیم را هم به خاطر تازگی، امنیت ساکنان و حسن شهر گفته بودند.